سلام، به برنامه آنتن خوش اومدید. آنتن اولین مهمان برنامه من ارسلان رزمی هستش. امیر ارسلان آقا فرشید. امیر ارسلان رزمی. امیر جان خیلی خوش اومدی به برنامه آنتن. ممنون که دعوت منو پذیرفتی. ممنون از شما. خواهش می‌کنم یه احوالپرسی با بیننده داشته باش. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم فرشید، خیلی تبریک بهت میگم بابت همچین برنامه خوبی که داری. ممنون از چون که باعث میشه خیلی جوانای شیرازی، کسی که پتانسیل واقعا لیاقت اینو دارن که دیده بشن، دیده میشن. ممنون از ما میشناسیم اصلا هنرمندای شیرازی ها، خیلی هاشون ما نمیدونیم. واقعا من نمیدونم. مرسی که تو دعوت منو پذیرفتی واسه اولین مهمان. ارسلان جان یه بیوگرافی مختصر از خودت بگو تا بیننده بیشتر باهات آشنا بشن. من امیر ارسلان رزمی هستم. 29 سالمه. متولد کازرون. مهندسی برق خوندم و تقریبا الان 15 ساله که کار تئاتر، موزیک ویدیو و حالا دیگه یواش یواش توی فیلد سینما و سریال دارم انجام میدم. موفق باشه عزیزم. مرسی. ارسلان جان چی شد که توی کارت موندگار شدی؟ بذار راحت‌تر به توضیح بدم. چی شد که مثل خیلی از بچه‌های دیگه توی کسایی که من میشناسم توی ایت مدلی، توی کار بازیگری یا خیلی کار هنری دیگه میبینم یکی دو سال خوب دارن کار میکنن، مخصوصا توی خوانندگی پول خوب در میاره، اما بعدش دیگه واقعا فید میشن و خبری ازشون نیست. اما تو رو میبینم بیشتر داری دیده میشه توی این کار. ما خودمون تو اصطلاح به همچین سبک آدمایی میگیم آدمای شهاب‌سنگی که خیلی پرفروغن، یه تایم کوتاه بعد دیگه از بین میرن. دقیقاً. والا میدونی من خودم خیلی دوست داشتم معروف شم از اون بیس، از ابتدای کار، و معروفیت برای من خیلی مهمه، حالا به هر قیمتی. میدونی از پولدار شدن برای من خیلی اهمیتش بیشتر بود. و پیرو یه سری طرز تفکر، یه ضرب المثل هست که میگه که بدنامی خیلی بهتر از گمنامیه. درست. حالا ما داریم میبینیم دیگه تو اینستاگرام آدمایی که حالا هستن روی حساب بدنامی خیلی اسمشون میاد بالا، ولی من نخواستم اینجوری باشم. حالا سعی کردم توی فیلد کاری خودم استمرار داشته باشم، نخواستم عجله کنم، نخواستم زود به یه جایی برسم. ببینیم مستمر بود. اون پرستیژ توی کلام، توی اون پرستیژ کاری تو دوست داشتی نگه داری. 100%. دقیقاً. فیلد کاریمو دوست داشتم، چون من اینجوری معرفی شده بودم به جامعه. دوست داشتم فیلدم عوض کنم که فلانی مثلا کافی شاپ زد، فلانی چه می‌دونم رستوران زد، فلانی. میدونی فیلم من معرفی شده بودم به عنوان یه بازیگر، به عنوان یه مدل، یه چیز اینجوری. توی کار مدلی که کار میکردی مثلا چند سال قبل عکست خب رفت روی بیلبورد و خیلی سنت پایین‌تر بود و اون نوجوان و جوانی خودت داشتی و دوست داشتی دیده بشی. وقتی اولین بار عکستو پشت چراغ قرمز دیدی چرا می‌خندی؟ البته عکس من پشت چراغ قرمز نبود، یه جای دیگه بود. حسش چجوری بود؟ ببینید خب به هر حال آدم سنش که اینم میشه باز همون داستان معروفیت و مشهوریت، چیزی که بالا تشنه بودم من واقعا و هنوزم هستم بهش. یه حس خیلی خوبی بود. میدونی بچه بودم، بعد حس غرور میکردم، میدونی افتخار میکردم به خودم، گفتم بابا این که مثلا رو بیلبورد انقدر عکس نمیدونم بزرگی گنده است، این تو رو انتخاب کردم. در صورتی حالا میدونی خیلی کار بزرگی الان که بهش فکر میکنم نبود، ولی واسه اون موقع برام خیلی کاره. خب 100% واسه اون موقع ولی اصلا میدونی بروز نمیدادم اینا، همه رو میریختم تو خودم. یعنی یادم داشتی میرفتم 10 بار دور چرمان رو دور میزدم بعد بیلبورد میرم بنزین میسوزوندی خط میزدی. آره دقیقاً. این چند وقت میبینم که توی حیطه بازیگری بیشتر متمرکز شدی و یه استوری هم دیدم از تو و آرشا اقدسی توی رینگ بوکس بودید. یه خورده بیشتر به اون توضیح بده، در مورد فیلم سینمایی بود، تلفیلم بود، سریال بود، چی بود؟ نه یه سریال واسه رسانه خانگیه، از اینا که تو سوپرمارکت میفروشن، به اسم کرگدن، که فکر میکنم تقریبا تا دو تا سه هفته دیگه حالا شاید رکوردمون بیفته بازه بود، نمیدونم، واسه تقریبا اواسط مهر ماه قرار بود این سریال اکران بشه که فکر میکنم یه خورده بیفته عقب. کارگردان آقای کیارش اسدی‌زاده است. یه کار فوق‌العاده پرستاره و پر از بازیگر خوبن. درسته. آره. چند تا ویدیو ازت دیدم توی
حالا شبکه‌های مختلف یا حالا فضای مجازی با خواننده‌های مختلف کار کردیم. مجاز مثل رضا صادقی بود، مهدی یرایی بود، امیرعباس گلاب بود و کار آخرت هم که با سیروان زانیار بود. از تجربیاتت بگو، چقدر تجربه کسب کردی و یه خاطره میخوام در موردش بگی. تجربه که من خیلی تجربه رو صرفاً به خاطر برادران بوشهری، چون کلا یه استایل آدمایی هستن که حتی باشون صحبت هم که میکنی یه چیزی یاد میگیری. خیلی تجربه خوبی بود واسم. حالا ولی زیاد دوست نداشتم کار توی موزیک ویدیو رو، چون که میدونی بیشتر عکس بود، صدا نبود. ولی خب قبول میکنی باعث پیشرفتت بود؟ 100% بود، ولی خب میدونی چون من بک‌گراند تئاتر دارم، من صدام یه صدای تئاتریه، یه صدای پر تئاتریه. یکی از فاکتورهای بزرگ من همیشه نادیده گرفته میشد توی کار موزیک ویدیو. به نقطه رسیدم که دیدم آقا این دیگه ته خط دیگه، میدونی اینجا باید این قضیه کات بشه. خب یه خاطره در مورد یکی از کارهایی که انجام دادی اگه خوب باشه بهمون توضیح بده، مثبت باشه، منفی هیچ نباشه. چون اینا به سر من وقتی بر بخورن دیگه. خاطره یه صحنه از همون کلیپ سیروان و زانیار، یه صحنهش بود که من یه بچه رو بغل کردم، بعد نجاتش میدادم. من یه بچه رو بغل کرده بودم، بعد یه راهروی بلند و ما آتیش زده بودیم. خب بعد تو این آتیش ها من بعد میدویدم. ببین خوبی کار برادران بوشهری این بودش که تو بدلکار بار میومدی، سوسول نبودی تو تصویر. چون خودشون هم واقعا بدلکار بودن و واقعا حرفه‌ای بودن. آره یعنی اینو من دوست داشتم. خورد کردم به قول معروف. خلاص من توی آتیش، من توی راهرو دویدم یه بار دو بار، بعد هی بنزین میریختیم، هی آتیش میزدیم، هی میگرفتیم، هی نمیشد، دوباره بنزین میریختیم. خلاصه تا اینکه توی یکی از سکانس‌ها آتیش انقدر بزرگ شد و نمیدونم حالا به صورت گردبادی شد آتیشه که من بچه رو که بغل کرده بودم سرم پایین بود، می‌خواستم موهام نسوزه چون آتیش تو سقف اومده بود و این آتیش بغل دست من گردبادی شد. یه سکانس خیلی کوچیک از اون کلیپ هست ولی فوق‌العاده سکانس، واقعا سکانس خیلی خوبی هم بود و بعدش اتفاق مثلا نیفتاد اون آتیشا. چرا بعدهاش یه در آتیش زد از تو در من رفتم میگم موام و اینا سوخت، ولی خب ارزشش داشت. واقعا کار خیلی خوبی هم بود. منم بودم رفتم تو دل آتیش. سیروان زانیار آدمی کمی هستن. میریم چند تا قسمت از ویدیو کلیپ های امیر ارسلان رزمی رو ببینیم. امیر ارسلان رزمی رو میبینیم و برمیگردیم. با یار بمانم منو با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه 100 بار بمیرم. سر میدهم اما سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی بیم ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. یه درد عمیقی به قلبم سر زد و رفت، اون عشق قدیمی یواشکی پر زد و رفت. تموم شده هرچی که بین من و اونه، حالا رفته به من میگه.
آنتن. خب مرسی که تا اینجای برنامه با ما بودید. با امیر ارسلان رزمی هستیم، یکی از هنرمندان خوب شیرازی. ارسلان جان گفته بودی که همبازی بودن با هومن سیدی رو به خاطر یه مسائل شخصی که توی یکی از مجله آورده بودی و نگفت اون مسائل شخصی چیه و اینجا قراره رو بشه بهمون توضیح بده. نه چی بود؟ من دوست دارم. نمیشه، اگه دوست نداره بلند شه برو. شوخی میکنم. ولی خب اون مسائل شخصی چی بود که با یه بازیگر خوب مثل هومن سیدی رو کار نکردی؟ نمیشه، نه باید بگی دیگه، اینجا اومدی که جواب بدی. حالا من تصحیح کنم، همبازی نه، همکاری با هومن سیدی. حالا من خیلی خلاصه و خیلی تو لفافه میگم. یه کار قرار بود که با سیدی انجام بدیم. اولشون من ریجکت کردم. چرا؟ چون میگفتش که شما فیلد کاریتون موزیک ویدیوه، چرا میخواید تو سینما وارد شید؟ اولای بیس ابتدای وارد شدن، حالا ابتداش نه، ولی خب کار جدی و حرفه‌ای من توی سینما اونجا میتونست شکل بگیره. چون قبل از اون کار من باز داشتم، یه 7-8 تا فکر کنم کار تلویزیونی داشتم و یه دونه کار سینمایی. گفت چرا میای فیلد کارتو تغییر بدی؟ گفتم آقا تو مگه بازیگر خواننده نمیشه؟ مگه خواننده بازیگر ربطی نداره؟ من به تهش رسیدم دیگه. میخوام چیکار کنم؟ میخوام واسه کی دیگه کلیپ بزنم؟ خلاصه طی یه سری پروسه هایشون قبول کردن. بعد یه کات خورد تا 40 روز دیگه. یه فاصله افتاد فی الواقع. تو این فاصله من دچار یه سری بحران‌های روحی شدم. میدونی که تا یه حد خیلی زیادی قید بازیگری رو به این کل زدم، یعنی مسیر زندگی من تغییر کرد. عاشق شدی؟ عاشق شده بود. این کار با هومن سیدی از دستات من اینجا میگم عاشق شده بود. ببین میتونه عشق یکی از فاکتوراش باشه، ولی کلا طرز فکر من کلا عوض شده بود. درست. و اونجا بود که دیگه کار از جانب من ریجکت شد، دیگه من نرفتم، میدونی، و شاید 2 روز بعدش پشیمون شدم و دیگه خب حالا کار از کار گذشته بود. چی کار کنیم چی کار نکنیم. ما با یه استاد آشنا شدیم به نام آقای شیهان سعید آزادی که ایشون فوق العاده طرز فکر منو جهت داد، دوباره برد تو لاینی که باید باشه، کاری که باید انجام بدم، اون چیزی که واسش ساخته شده بودم و به من نشون داد و من خیلی مدیونم بهش و دوباره استارت خورد. ببین اصلا میدونی ناراحت نیستم که چرا اون اتفاق نیفتاد، چون که جایی که الان هستم و کارهایی که الان داریم میکنیم به مراتب گنده‌تر از کار قبلیه. باید تجربه بزرگتر کسب 100%. توی کارات میبینم که گیریم‌های مختلفی داری و حتی وقتی عکس هم از خودت میخوای بذاری میبینم گیریم مختلفی، حتی سایه زیر چشم میزنی. این گیریما داستانش چیه؟ خودت انجام میدی؟ شخص خاصی انجام میده؟ البته با خودم هم کار کرده ارسلان توی چند تا گیریم سینمایی، ولی خب میخوام از زبان خودش بشنوم. من دوست دارم دیگه، تغییر چهره رو دوست دارم. این قاب سینما اتفاقات مختلفی داخلش میفته، چرا اون اتفاقات من نباشم، صورت من نباشه؟ قاب چه میدونم، عکس برداری همینطور. علاقه دارم کلا به تغییر چهره دادن، خسته میشم از یه فرم، یه نواخت بودن. دقیقاً. چون میبینم کار خیلی سنگینه. 100%. زمان میبره. یکی دو تا از کارام فوق العاده سنگین بود. کارهای رضا داورپنا فوق العاده. رضا داورپنا که واقعا کارش عالیه، از همینجا بهش سلام میکنم. با خودم که چند بار با ارسلان با هم دیگه کار کردیم و چند تا کار سینمایی زدیم و امیدوارم که هر جاست موفق باشه. میگن بابت وارد شدن توی سینما، اینی که میگن من شنیدم. منم شنیدم. میدونم چی میخوای بگی، شنیدم. میگم به خاطر که وارد شدی توی سینما و توی حرفه حالا کار بازیگری، میگن که هزینه کردی، پول دادی و پارتی داشتی. این واقعیت یا اینکه نه دروغ؟ ببین من الان خواهش میکنم اون کسی که پارتی من شده یا اون کسی که از من پول گرفته لطفا بیاد زیر این پست یه کامنت بذاره که بگه آقا من پارتی فلانی شدم، من این دست اینو گرفتم بردم فلان جا، یا من میرم یه چیزی خدایی نگاه، خدای تو شاهده. یه سال یه کار سینمایی بود رو کردید خب که به عنوان اسپانسر بازیگر، خیلی سال پیش که به عنوان اسپانسر بازیگر
یه مبلغ حالا ناچیزی موقع پرداخت کردم که ببین حالا از دیدگاه خودم و از دیدگاه کسایی که با من اومده بودن توی به قولن اون اکران خصوصی، من از خیلی از بازیگرایی که پول داده بودن، پول گرفته بودن، بهتر بازی کردن. حالا مبلغش ناچیز بود، هیچ پولی نبود اون موقع. حالا شاید دلار مثلا پایین بود بالا پایین، خب واقعا اون موقع پولی نبود. اون موقع چقدر دادی پول؟ اون موقع 4 میلیون تومان. 4 میلیون تومان اون موقع فکر کنم پولی یه پراید میشد. نه بابا 15 سال پیش گرفته می‌کردم. پیرش کردم. ولی مرسی، خب واقعیت بهمون گفت. آره این تنها کاره. ولی ببین شانسی که من همیشه داشتم این که آدمای خوبی سر راهم قرار گرفتن، دوستای خیلی خوبی داشتم، کمک شد بهم. من هیچ پارتی نداشتم. اگه داشتم 15 سال طول نمی‌کشید که من بخوام از کار تئاتر بیفتم الان توی خط سینما، خیلی زودتر میتونستم این کارو انجام بدم. توی حین همین صحبتات گفتی که کمکم کردن. خب کیا کمکت کردن تو این حیطه کاری؟ کار هم بازیگری، ویدیو کلیپ، مدلی، میتونی اسمشون رو بیاری اینجا؟ این از بیس بچهای تئاتر بودن که با هم دیگه کار. یه تئاتر یه اکیپ داشتیم مثل بچهای دوکو. حالا خیلی اسمشون خیلی زیاده که من بخوام بگم، ولی پایریز این قضیه اونجا بود خیلی سال پیش. ولی خب واقعا خانواده‌ام خیلی من کمک کردن. برادران بوشهری، دشت رزمی، گفتیم رای من نمیدونم هر جایی که من میرسم من هیچ وقت یادم نمیره چقدر اینا من کمک کردن. من همینجا توی صحبت‌های امیر ارسلان دیگه تشکر میکنم واقعا و یه خسته نباشی میگم به برادران بوشهری و همچنین برادران دشت رزمی که خیلی اسم شیراز رو بالا بردن و حمایت کردن هنرمندانمونو و خوشحال میشم که توی این برنامه باشون یه مصاحبه داشته باشم، اگه البته افتخار بدن، و امیدوارم هر جا هستن سالم و سلامت باشن. و آقای فرید الان فرید فکر میکنم یکی از جوان ترین کسایی که تو ایران بعدها اسمش سر زبونا بیفته. با آقای میلاد کاظمی که الان ساپورتر واقعا اکیپ ماست، میدونی فوق العاده کمک میکنه بچه‌های ما و خلاصه باند شدیم دیگه. حالا باند مافیایی نه ولی باند مثبت. یه گروه شدیم داریم کار بزرگ داریم انجام میدیم. خب یه سوال دیگه که خیلی هنرمندان شیرازی درگیرش هستن واقعا اینه که باید حتما اگه بخوان به یه جایی برسن باید یه نقل مکانی کنن برن تهران و تو هم مثل همونا رفتی. چرا شیراز نموندی؟ چرا توی همه کلن کسایی که تو شهرستان کار نمیکنن، تو شهر خودشون کار نمیکنن، با حتما اون تهرانه رو بری یه اسمی به وجود بیاره از خودت و برگردی؟ این دو تا دلیل داره این قضیه به نظر من. اولی خب دلیلش که همه میدونن، همه کارهای هنری، کارهای تئاتر، کار سینما، کار چه میدونم موزیک ویدیو، خواننده، همه اینا خلاصه شده تو تهران. دقیقاً. این یک. دوم یه وقتی جسارت نمیخوام بکنم به همشهریامون و عزیزانمون، ولی ما یه خصلتی که متاسفانه داریم، غریب نواز رفیق گدازی، میدونی؟ متاسفانه یعنی حرفی که میزنی. ببین یه اتفاقی که بارها واسه من افتاد تو حالا کارهایی که ما تو شیراز داشتیم انجام میدادیم، کار فیلم بود واسه شبکه، میومدن 1 میلیون تومان روزانه میدادن به فلان بازیگر درجه 10 تهرانی، خب ولی انتظار داشت بازیگر خوب شیرازی خودشون مجانی بیاد واسش کار، یا اینکه اسپانسر بازیگر بشه. میدونی حالا من به اون دوستان عزیزی که کار فیلم دارن میکنن، چه میدونم یه دستی تو حالا تهیه کننده است، کارگردان، هر چی، اینجوری نباید. ببین آدم اولویت باید بده به نفرات اول دور و همشهری خودش. همه جای ایران آقا سرای من است، اوکی، ولی هوای خودمون رو داشته باشیم. ببین چرا بازیگر از تهران باید بیاد کلاس بذاره واسه ما که دقیقاً من توی صحبت‌های ارسلان این رو بگم که متاسفانه تلویزیون استانی خودمون برنامه‌ای که داره پخش میکنه همش داره بازیگرای تهرانی رو میاره، خواننده‌های تهرانی رو میاره، چقدر هزینه هتل میکنه، چقدر هزینه رفت آمد میکنه، پول باید قبلش به کارتشون باشه تا بیان ربع ساعت جلوی دوربین تلویزیون باشن و 20 تا حراست از کنار شاشه آقا دست برین نزنین میشکنین داستان. یه چیزی من تو پرانتز هنرمند شیرازی رو واقعا نمیاری، چرا حمایت نمی‌کنی؟ یه چیزی من تو پرانتز بگم، باز اینم
عمومی راجبه من بازیگر خیلی خوب، خیلی تاپ، خیلی مهربون، خیلی اوکی. اکثرا خب تهرانی هستند. اکثرا حالا مال اطراف تهران، ولی خب تهران دارن کار میکنن. اکثرا شهرها اطراف تهران و شهرستانی هستند. این چیزی که من میگم واسه یه تعداد قلیلیه که نباید تو این جایگاه باشن، ولی متاسفانه همشهریای ما اینا رو تو این جایگاه قرار میدن. دقیقاً من موافقم با حرفش. خب سوال بعدی که میخوام از تو بپرسم، الان در حال حاضر چه پروژه هایی در دست دارید خودتون یا مدیر برنامه که داره مثلا برنامه ریزی میکنه؟ میتونی بهمون توضیح بدی؟ الان سریال کرگدن هست، توضیح دادم راجبش. یه کار 3 تا کار سینمایی هست که من اجازه دارم راجب یکیش حرف بزنم. راجع بقیه‌اش نمیشه؟ فعلا می‌بینید یکیش در اگره، یکیش در حال کار پیش تولید ایناست. پیش تولید هم هنوز نه، قبل از پیش تولید. در حد داستان نویسی و فیلم نویسیه. کار سینمایی که الان داریم کار میکنیم یه کاری هستش به اسم گربه سیاه به تهیه کنندگی آقای بهرام رادان و بازیگرای تراز اولی که داخلش بازی میکنن. این بازیگراشو من نمیگم کیا هستن چون سورپرایزه. اینو بدونین جزو تاپای ایران هستن. چه بازیگرایی که دارن اونجا کار میکنن، چه بازیگر اصلی، چه بازیگر فرعی. و این کار واسه جشنواره است و جزو یکی از کارهایی که مثل بمب صدا خواهد کرد. ان شاءالله 100% همینطوره. و داستان این قضیه با آقای فلاحی بود، کارگردان کریمی امینی فر و فیلمنامه‌نویسش هم آقای علی اصغری. ان شاءالله همیشه موفق باشیم. مرسی. می‌ریم چند تا از کاراشون رو می‌بینیم توی این هیتایی که توضیح دادن، خبر می‌گردیم. با ما باشید. آنتن. تارگت پخشمون در 80 میاد یا کنار اینا 60 ها میان 50 ها میان. اینجوری نمیمونه. به تو چه؟ خیلی بدبخت. شکن چشم کنه وقتی که درو زده به دریا از تو خفص داره میره تو حتما بیاین در میون بذاریم برای اینکه شرایطی براتون مهیا بشه که بهترین شرایط باشه. آره بریم آماده برای گرفتن. آماده باشیم. گربه سیاه اکران 99. آنتن. خیلی ممنون که تا اینجای برنامه با ما بودید. آقای ارسلان رزمی، میشه اینستاگرامتون چک نکنید؟ در یعنی صحبت میکنید. آقای اینستاگرام نبود. آره. خب یکم سوالا شخصی تر میکنیم. توی اکثر پست‌های اینستاگرام میبینم خیلی مغروری. چیه داستان؟ واقعیت هم همینجوریه؟ چی بخاطر اخما میگی؟ آره دیگه، خب عقل داره دیگه، جذابه داره. یه چیزی آدم ازت میترسه. یه چیزی که به اشتباه توی مدلینگ مملکت ما اتفاق افتاده اینه که یه مدل خوب مدلی که اخم میکنه. اینو از بیس به ما یاد دادن، متاسفانه یاد گرفتیم حالا و این عادت شده دیگه، میدونی؟ اخم کردن نه هیچ ربطی به شخصیت هم نداره. پس نداره. تو واقعیت اینجوری سعی نیست. میکنم مغرور نباشیم، از غرور واسه چی؟ کامنت میذارن، حواس باشه بیان بذارم واقعیتشو میگن. اونی که میگه من واسش غرور گذاشتم بذارم جدی؟ جوابشو میدم. یه چیزی هست واقعا وسط. یه سوال که هر هنرمندی جای تو بشینه 100% این سوال اصلیم هستش. اگه 10 میلیارد تومان داشتی باش چه کار میکردی؟ 2 تا ایده خیلی خوب دارم واسه فیلم سازی که هزینه می‌کردم که یه سری فیلم هایی رو با توجه به استعدادهایی که میشناسم ازشون استفاده می‌کردم که یه سری فیلم هایی رو بسازیم
که جوابگوی میدونی یه سری فیلم هایی که هالیوود بر علیه ما ساخت. حالا نمیگم هالیوود بد خوب، هالیوود خوب ولی خب میدونی من همیشه تو ذهنم بود فیلم 300 همیشه برام یه خلایی هست همه یه کار واقعا و میدونم بیشتر از این مبلغ ها میشه ولی خیلی ایده داشتم واسش که جواب بدم به این قضیه. آخرین باری که با تمام وجود گریه کردی و خندیدی کی بود؟ گریه رو چرا عاشق شده بود؟ نه یه فکر میکنم 6-7 ماه پیش بود. خواب دیدم که داداشم مرده توی خواب. بعد بیدار شدم خیلی یعنی حالت با گریه بیدار شدم از خواب. خنده چی؟ خنده هم که تا دلت بخواد. ما این دوستا جمع میشن. خنده دو تا رفیق دارم که خدا البته الان دیگه شدن 3 تا. خدای خنده، خدای فان، خدا یعنی زمان واقعا نمیفهمم چه جوری میگذره. امیدوارم همیشه با هم دیگه خوب باشید و لبخند رو لباتون باشه. متشکرم. خب این باز ربط به کار تو داره. فرض کن که بخوای فیلم زندگی تو درست بکنی، اسمشو چی میذاری؟ اسمشو نمیدونم. تا حالا اصلا بهش فکر نکردی؟ اصلا. اگه الان بخوای بهش فکر کنی چیزی به ذهنت میاد یا نه؟ به ذهنم میاد ولی کلمه خوبی نیست. متوجه شدم. در حال حاضر درگیر رابطه عاشقانه هستی یا نه؟ مجردی؟ اول بیام ببینم اصلا مجردی، من این سوالا رو کردم و داستان نشه. مجردی یا متعهد؟ نه مجردم. خب درگیر رابطه عاشقانه هستی یا نه؟ اینو خیلی توی اینستاگرام سوال کردم و گفتم ازشون بپرسم. من عاشق هستم ولی درگیر رابطه عاشقانه نیستم. من عاشق، من از روزی که از روزی که فهمیدم مادرم چی بود و چی کار کرد من عاشق مادرم بودم تا به همین امروز. خب 100% اون که جای ولی اون خودش چیزی که داره. شما مد نظرتونه نه. یعنی هیچ از تو زندگی نیست. نه. سینگل. تمام. خب این کلمه‌ای که من میگم و اولین چیزی که به ذهنت میرسه بهمون بگو سریع. مادر. همه چیز. برادرم بوشهری. خلاقیت. فرید فلاحی. فرید 0 تا 100. ببین یه چیزی راجع فرید من بگم حالا قبل که یه کلمه نیست واقعا. فرید یه کلمه نیست واسه من. فرید یه آدمی بود که خیلی شکستش تو زندگیش، خیلی شکست خورد، خیلی از زیر صفر شروع کرد و تنها کسی که بین اطرافیانش فرید رو درک کرد آقای میلاد کاظمی بود، همینی که الان اسپانسر کار ما هست. یا رضا کاظمی در واقع اسمش رضاست. و الان قول بهتون میدم فرید جزو کسایی هست که به زودی زود اسمشو همه جا خواهید شنید. 100% همینجوره و منم تعریف تو فرید جان خیلی از ارسلان جان شنیدم. ان شاء الله موفق باشی. ان شاء الله. کسی که سگ و وارد زندگیت کرد علی حکیمیان. علی عشق، علی داداشمه. جیسون موما. جیسون خیلی عکس میبینم میذاره و یه جورایی فیوریت تو هستش. ببین من دیوانه این فردم. به نظر من معنای واقعی ظاهر یک مرد جیسونه. یک مرد. و در آخر آرشا اقدسی. آرشا خیلی چیزا. آرشا دکتر، آرشا جیگر، آرشا جیگر نه جیگر گوگلیا، جیگر میدونی؟ و یه بدلکار واقعا حرفه‌ایه. جیگرش به خاطر واقعا من کاراشو دارم میبینم. برج میلاد پرش آزادشون واقعا آرشا دمش گرم. پسر خیلی با معرفت خیلی خوبی. سوال آخر، آینده تو چجور میبینی؟ و چه پیش بینی در مورد آینده‌ت می‌کنی؟ ببین چیزی که میخوام، چیزی که خودم میبینم و چیزی که اتفاق میفته شاید 2 تا مقوله جداگونه باشه. خب حالا میگن هر چی راجعش فکر کنی انرژی جذب میشه، نمیدونم جذب میشه همون. حالا قبول دارم تا یه حدی، ولی اون چیزی که اتفاق خواهد افتاد واسه من، چون توی ایران ما داریم زندگی میکنیم، کاملا مبهمه. ولی اون چیزی که من واسه خودم میبینم به زودی یک سوپر استار که جای خیلی ها قرار بگیرم، جای خیلیایی که ممکنه تا به الان اینایی که من الان دارم میگم فرشید جان خودشون میدونن و خودشون با هم برخورد داشتن، ترس و واهمه داشتن از ورود یکی مثل من به سینما، نذاشتن. الان اگه یک در هزار حالا ببینن یا بدونن خودشون میفهمن کیا هستن. انشالله که موفق باشی و یه خار توی چشم
دشمنات نه نشید. خواب تو چشم هیچی من راضی نیستم بره. آقا حمایت هم کن. چند تا سوال پست اینستاگرام استوری کرده بودیم که سوال شخصی داریم، بپرسیم. من چند سوالی زیاد تکرار این شده تا اینجا شخصی نبود خدا رو شکر. نه شخصی نمونکنم. خب یه دوستی سوال کرده بود که گفته بپرسم تا حالا شده چشم انتظار چیزی باشه که تو دستت باشه ولی نتونی به دستش بیاری؟ آره چی بوده؟ بماند عشق بوده. اگه سوالش نپرسی دیگه چی بوده دیگه. نه همه چیز پستش نه نمیشه سوال پست. کرده واقعا نوشته این تو به قرآن. آره شده ولی خب حالا نمیخوام بگم راجبش، ولی این چیزی که میگه تقریبا تو همین مایه ها آره یه اتفاقی واسم افتاد. خب یکی دیگه من بخونم. خب سوال دیگه، چقدر به خودت ایمان داری؟ خیلی. خب 100% ببین. ایمان داشتی تا به اینجا رسیدی. ببین تا سال پیش اصلا اعتماد به نفس نداشتم. از دست نه که نداشتم، از دست داده بودم، ولی الان اینجوری نیست. الان میدونم هر کاری که بخوام انجام بدم میتونم. یه سوال دیگه ازت میپرسم، اینو 100% کل احساس میکنم سوالی که میپرسیم کل جواب میرسیم. خانواده، کار یا شهرت کدومش اولویته؟ اولته. واقعیتشو بگو. خب خانواده، ولی میدونی یه سری کمبودا رو من گذاشتم الان متاسفانه به خاطر شهرت، به خاطر کاری که داری حرف میزنی راجبش. درسته. یه سری کمبودا رو من واسه خانواده‌ام متاسفانه گفتم، ولی اون چیزی که تو ذهنم واقعا این نیست. خانواده اولویت واسه من، بعد شهرت، بعد کار. انشالله که همیشه موفق باشی. مرسی، متشکرم. سوالای دیگه هم که پرسیدم فقط نمیدونم چرا همه میپرسن مجردی. آقا پرسیدیم دیگه، مجرد سینگل هم هست، کسی تو زندگیش نیست، عاشق یه نفرشون هم مادره که همه عاشق مادرشون هستن، این حاشیه رفت. خب مرسی ارسلان جان، مرسی از شما. دعوت منو پذیرفتی و یه خورده تایم بندیمون هم طوری بود که نمیتونستون سوالا رو بیشتر بپرسین و طوری بود که شما خسته نشید. مرسی که دعوت منو پذیرفتی. انشالله که هر جا هستی موفق باشی و بهترینا رو واسات آرزو میکنم. اگه متشکرم. صحبتی داری در آخر میتونی با دوربین روبرو صحبت کنی. صحبت خاصی فکر کنم همه گفته. اون چیزی که تو دلم بود واقعا، اون چیزی که تو دلتون بود و تو دل من بود واقعا پرسید و من گفتم، ولی یک مقدار سعی کنیم با همدیگه مهربون باشیم. یک مقدار سعی کنیم تو شرایط فعلی الان که شرایط واسه همه سخته، بعد کسی رو نخواین، پشت سر کسی حرف نزنیم، چه میدونم زیرا به کسی رو نزنیم، به همدیگه کمک کنیم. چیزایی که همه میگن، کلیشه من حرف نمیزنم، ولی خب یه چیزی دارم راجبش حرف میزنم که متاسفانه خودم باش دست و پنجه نرم کردم، خود شما باش دست و پنجه نرم کردید و امیدوارم که این بحرانی که الان توی زندگی همه هست سپری شه و همه به خوبی و خوشی به قولن خسته به خیر بشیم. انشالله حتما همینطوره. انشالله. مرسی از اینکه دعوت منو پذیرفتی. قربونتون برم. متشکرم. مرسی از شما که تا اینجا با ما بودید. فقط تشکر میکنم از آقای عباسی، مدیریت محترم مجموعه برگرهای تخصصی لاویا که این فضا رو واسه ما آماده کردن و اجازه دادن که از این فضا استفاده کنیم و یه مسابقه خیلی خوب داشته باشیم. حتما ما رو حمایت کنید. اگه حمایت شما نباشه ما نمیتونیم از هنرمندای شیرازی حمایت بکنیم و اینجا بیان بشینن صحبت بکنن. انشالله بتونیم این برنامه رو بیشتر ارتقا بدیم. منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون هستم. شب و روز خوش. من جلو دردا هیچ وقت کوتاه